مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. این روزا درجه حرارت فضای ورزشی داخل ایران حسابی بالا گرفته، خصوصا با مدال‌آوری ورزشکارای ایرانی که احسای مردم دارن اخبار این ورزشکارا رو دنبال میکنن و مسابقاتشون رو پیگیری میکنن. از اون طرف تو مخترین اتفاقی که داره میفته این مجریای صدا و سیما هستن که یعنی با حرفا و چرت و پرتایی که میگن حسابی رفتن رو اعصاب مردم. اون از پخش مسابقاتشون، از پوشش مسابقاتشون که در افتضاح ترین حالت ممکن و مسابقات رو همش صحنه آهسته میرن، همش سانسور میکنن که اعصاب مردم رو ریختن به هم. بعد میگن مردم چرا ماهواره دارن؟ به خاطر این تا خشتک سانسور کردنهای شما. یا طرف یه ذره موش معلوم باشه، اصلا چاک سینه‌ش هم دیگه معلوم باشه. شماها چه آدمای حشری عصبی هستید، چه آدمایی هستید که فکر میکنید اینا رو اگه مردم ببینن تحریک میشن. دروازه‌بان ورود مردم به بهشت و جهنمی. یعنی انقدر صحنه پخش میکنن، یعنی مسابقات والیبال، حالا که مثلا تو المپیک که نبودن ولی بقیه مسابقات، تکواندو که اصلا مسابقاتش که اصلا 99% صحنه بود، کشتی همینطور و سایر مسابقات حسابی رفتن تو مخ مردم. اون از پوشش مسابقات و از اون طرف صحبتایی که بعد از اینکه ورزشکارا مسابقه میدن اون دیگه بیشتر تو مخه. به جای اینکه بیان از مشکلات ورزشکارا بگن، به جای اینکه دنبال راه حل باشن، به جای اینکه بیان مدیران رو بازخواست بکنن، یعنی بذارشون از اون بالا تا پایین، اینا نمیمالن بلکه تخم و مرغای مسئولین رو میذارن مثل آب نبات تو دهنشون مک میزنن. جلوتر هم به شما میگم چرا این کارا رو میکنن. یعنی یه سری از این مجریا، من همچنان این گوشیم مشکل زور میخوره. بعد اینکه سری از این مجریا، یه سری از این کارشناسا، به قول دکتر داتکان که حالا جلوتر صحبتشو پخش میکنم، بعد از این مسابقات به عنوان کارشناس که وقتی میان اینجا سمت میگیرن تو فدراسیون‌های مختلف و اونجا پست و مقام میگیرن، به خاطر اینکه تو صدا و سیما عملیات مالوندن رو درست انجام دادن. ولی نمیان از مشکلات ورزشکارا بگن، از امکانات ورزشکارا بگن، از حقوقی که قراره به ورزشکارا بدن، از پاداش ورزشکارا بگن، از معیشت ورزشکارا بگن. توی ایران جرأت که نمیکنن ورزشکارا صحبت بکنن، به خاطر اینکه ورزشکارا اگه بیان یه صحبتی بکنن، چون سیستم ورزش تو اون کشور مافیاگونه است، یا محروم میشن، یا از تیم ملی خط میخورن، یا هزاران اتفاق دیگه براشون رقم میخوره. رسانه‌های داخل ایران که کلا این موضوعاتو که پوشش نمیدن، تعطیل. رسانه‌های خارج از کشور که فضا رو فقط سیاسی میکنن، یعنی ربط میدن به فضای سیاسی دیگه، اصلا ورزشکارا اون وسط میمونن لاکار. بعد تو این هیری بیری یه دفعه میبینی ورزشکارای خانوم مثل گل میدرخشن، مثل الماس میدرخشن. این خانومایی که میبینید الان، تصویر خانوم ناهید کیانی و کیمیا علیزاده رو میبینید، دو رفیق قدیمی، این گوشی اگه بذاره، و دو رقیب فعلی. یعنی ببینید تو اون بی امکاناتی اون مملکت که امکانات واسه آقایون زوریه، واسه زوری که به زوره، زوری که نه، به زوره، به زور، به زوری قاطی کردم. امکانات تو مملکت واسه آقایون اصلا به زور پیدا میشه، یعنی قفله. خانوما که اصلا تعطیل. یعنی ببینید توی این هیری ویری اگر یه خانومی توی مسابقات جهانی درخشید، ببینید دیگه تا خشتک و ناموس این آدم استعداد بوده، وگرنه کسی اسپانسر واسه خانوما نمیشه تو اون مملکت. اصلا امکاناتی واسه خانوما در نظر نمیگیرن. خیلی ببخشید اصلا خانوما رو اون ورزش و مملکت حساب نمیارن، چون میگن آقا خانوما، آخونده رفته مسابقه کرده، گفت چه معنی داره خانومه پاشو باز بکنه لگد بزنی؟ ببین اینا چقدر تفکراتشون عجیب و غریب و چقدر تفکراتشون کثیفه، فقط همه چیزو زیر ناف میبینن. بعد میگن چرا ورزشکارا مهاجرت میکنن. توی این هیری ویری ما مجری صدا و سیما رو میبینیم که مدام شروع میکنن تحقیر کردن ورزشکارا رو. ورزشکارایی که بالاجبار از ایران مهاجرت کردن، مثل کیمیا علیزاده که مجبور شد مام میهن رو ترک بکنه و بره زیر پرچم یک کشور دیگه. و حالا صحبت مجری صدا و سیما رو می‌ذاریم، هرچند یه سری از این صحبت‌ها رو سانسور کردن، خودشون صحبتایی که کردن و
توی آرشیوهای خودشون قرار ندادن، یعنی بگردید آرشیو پیدا نمی‌کنید. اینا هم شانسیه که 2 تا سایت گذاشته بودن، خودشون میان صحبت میکنن، خودشون هم صحبت خودشون رو سانسور میکنن. اینا به صحبت خودشون هم اعتقاد ندارن روی آنتن. بریم یه تیکه از مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده رو ببینیم که صحبت پایانی اون گزارشگر بازی هم خیلی تو مخ بود. ببینید. آفرین به کیانی ما، آفرین به برد شیرینی که به دست آورد، واقعا یک برد تاریخی، یک انتقام بسیار عالی. میگه انتقام، من نمیدونم این وسط چه انتقامی هست که گرفته بشه. این وسط این ایران بود که باخت. این 2 نفر که رفیق قدیمی هن و تلخترین صحنه المپیک رقم خورد که 2 تا ایرانی با 2 پرچم متفاوت و مختلف باید روبروی همدیگه قرار بگیرن و شما حرف از انتقام بزنی. به قول شادمهر که یکی از شعراش میگفتش که اگه من ببازم تو نبردی. این داستان زندگی خیلی از آدم‌هایی که از ایران مهاجرت میکنن و مدام مجریهای صدا و سیما میگن که چرا طرف وطن رو ترک کرد، چرا این؟ بریم ببینیم دیگه. حالا داریم صحبت میکنیم و بهتون گفتم آرشیوشون به سختی گیر میومد. من به سختی پیدا کردم توی 1-2 تا از این سایت ها. ببینیم چی میگه مجری صدا و سیما. در دوره قبلی رقابت‌های المپیک در رقابت‌ها شرکت کرد، گام اول هم شکست خورد و طبیعتاً راجع به خانم ناهید کیانی این صحبت‌ها رو میکنه. خیلی از شما خاطرتون هست که چه اتفاقاتی برای این بانو رخ داد. ایستاد به یک دلیل. روز گذشته هم با آقای پیمان اسدیان صحبت کردیم در رابطه با نقش پرچم. دیشب که اهتزاز پرچم کشورمون روی سکوی افتخار هادی ساروی و خانم کیانی رو خانم نعمتزاده رو ملاحظه کردید، مطمئنم که همه شما فکر می‌کردید خودتون روی اون سکو قرار گرفتین. ما که ایستادیم به احترام و زمانی که سرود نواخته میشه. علیرضا محمدی داشت کشتی میگرفت، نمیدونم دقت کردید، ورزشکار اوکراینی دندون‌های خودش رو به نشانه پرچم کشورش آبی و زرد کرده بود. بعضی از ورزشکاران بانو ناخن‌های خودشون رو رنگ میکنن به نشانه پرچم. این تعلق خاطری که وجود داره. میگه که چون اونا نشانه ای از پرچمشون رو دارن، تعلق خاطری که به وطنشون داشتن، ولی کیمیا علیزاده چون از ایران رفت، چون ناملایمتی دید، چون بیرحمی دید، تعلق خاطر به پرچمش نداشت. من یه عکس از کیمیا علیزاده اینجا انتخاب کردم که هم توی لباسش هم توی کمربندش ما نقش رنگ پرچم ایران رو میبینیم که سبز و سفید و قرمز، حالا یه مقداری چون تصویر بی کیفیته شخص نیست. این چجور لاک اون بازیکنه رو میبینی، دندون اون یکی رو میبینی، کمربند کیمیا علیزاده رو نمیبینی، این نقشی که روی شلوارش داشت رو نمیبینی. نه عزیز من، شما از جای دیگه سوختی. ادامه‌اش رو بشنوید. ناهید کیانی ایستاد به خاطر اینکه میدونست زیر چه پرچمی، در چه کشوری، در کنار چه خانواده‌ای داره تلاش میکنه و قدرش هم دونسته شد. دیدید حمایت شد از طریق رسانه، از طریق مسئولین فدراسیون. یعنی دروغ میگید مثل نقل و نبات. ببین ورزشکارای المپیکی الان صحبت‌های منو دارن میشنون، کیف میکنن ها. من دارم شما رو میبرم کارواش، سیفونو میکشم روتون. یعنی ورزشکار المپیک خیلی هاشون رفیقای منن. حالا خیلی هم المپیکی نیستن، ورزشکارایی هستن که دوستای ما، عشق میکنن من الان دارم سیفونو میکشم روتون. مردم که اصلا دیگه نگم براتون. یه لطفی بکنید ویدیو رو به اشتراک بذارید، لایک بکنید، برید تو اکسپلور یوتیوب و بذارید توی پیج خودتون. قشنگ مردم این کردن اینا رو ببینن. تکواندو رفت مسابقات بین المللی، مدال گرفت، برنده شد، طلا گرفت، بازنده شد، نقره گرفت، اما اون وجهه خودش رو حفظ کرد. مام وطن ارزشش از هر چیزی فراتره. اینکه شما در خیابان، در کوی و برزن رد میشید، من کمترین عضو این رسانه ام رد. بله، ویدیو که تا اینجا بود، بقیه‌شو دیگه نذاشتن و اومدن گفتن که مام وطن و از این صحبت‌ها. سوال از خودتون پرسیدید که چرا این ورزشکارا بالاجبار ایران رو ترک میکنند؟ چرا نخبه ها بالاجبار ایران رو ترک میکنند؟
چی باعث میشه که این افراد برای همیشه تصمیم بگیرن که دیگه به وطنشون برنگردن؟ مگه مهاجرت کردن آسونه؟ مگه زندگی کردن تو خارج از کشور آسونه؟ مگه آسونه شما بری یه جایی که زبون مادری تو نیست، تو کوچه و خیابون مجبور باشی به یه زبون دیگه ای صحبت بکنی، با یه فرهنگ دیگه ای زندگی بکنی؟ چرا فکر میکنید این مهاجرت کردن آسونه؟ شما شرایط رو سخت میکنید، شما امکانات خوب فراهم نمیکنید. بریم دیگه از صحبتاتون رو بشنویم، بعد جوابتون رو خواهم داد. این هم یه تیکه از صحبتش. میخوام به شما بگم که این ویدیو تیکه تیکه است، یعنی فکر نکنید که آرشیو فول تمام صحبتاشون هست. اون دوتا دیگه مجری هم همینطور میان پشت این قرار میگیرن و شروع میکنن این دوتا دیگه هم توی اون صحبتاشون اومدن گفته بودن ها، حسابی مالوندن برای اون سیستم. بشنویم بقیه صحبتاشون. ورزشکاری که زیر پرچم کشور ما داره تلاش میکنه برای ما عزیزه. اون نمیره که بازنده باشه، اون میره برای بردن، برای موفقیت. اما اگر به نتیجه نرسید، آیا باید او رو قربانی بکنیم؟ آیا باید او رو تخریب بکنیم؟ سری قبل هم ناهید کیانی رو تخریب نکردیم در عرصه رقابت‌های المپیک. توان خانم کیانی به همون سطح بود، اما حمایت شد از طریق سیستم حاکمیتی ورزش ما، از طریق رسانه ها، از طریق کارشناسان. رفت مسابقات مختلف. من خاطرم هست که مدال طلای رقابت‌های جهانی رو گرفت آقای خراسانی. عجب آدمایی هستی بابا. همین شماها خانم ناهید کیانی تو المپیک قبلی، المپیک توکیو، المپیک 2020 وقتی بازنده شد استقبالش تو فرودگاه نرفتید، فقط خانواده‌اش رفتن استقبالش. بابا شما چقدر وقیحید؟ یا فکر میکنید مردم اسکلن نمیرن سرچ بکنن، یا حافظه تاریخشون ضعیفه؟ ببین حتی محسن کیایی هم اومد واکنششون داد از پست محسن کیاییه. این خانم ناهید کیانیه. سری قبلی تو المپیک باخت، فقط پدر و مادرش رفتن استقبالش، پرنده پر نمیزد. بعد شما میگید حمایت. ببین متن محسن کیایی هم هست، گفته که امروز تهران فرودگاه امامخمینی سر صحنه فیلمبرداری بیونا این دختری رو که میبینید به همراه خانواده‌اش یکی از قهرمانای المپیکی ماست، ناهید کیانی. باورم نمیشد این کسی که اینقدر غریبانه و تنها داره از فرودگاه خارج میشه همون قهرمانیه که چند روز پیش تو المپیک برای ایران میجنگید. قهرمانی که رویا رویش رو با هموطن کیمیا علیزاده اونقدر حاشیه داشت که اونقدر سیاسی شد و اونقدر در از این مسابقه خارج شد که دیگه فقط یه مسابقه نبود و این وسط همه کیمیا رو دیدن و ناهید کیانی که تمام تلاشش رو برای کرده بود کسی ندید تلاشش. شما میگید حمایت کردید، به این میگید حمایت؟ بابا وزیر ورزشتون خانم ناهید کیانی همین مسابقه که بعد از اینکه کیمیا علیزاده رو برد رفت تبریک بگه، اسم این خانم رو نمیدونست، اسم ورزشکاری که زیر نظر فدراسیونشه نمیدونست اسمش ناهیده. کیمیا صداش میکرد. ببین اینا ویدیو وزیره. میگه اومدم اینجا تبریک بگم زنگ میزنم. با کی هم داشته صحبت میکرده معلوم نیست، اینا یه آقای دیگه اینجا تبریک بگم زنگ میزنم. مبارکه. بهش میگه کی میخوام، بعد این میگه ناهیدم. نیا کن. اسمش نمیدونه. آخ یعنی شما ببینید رئیس فدراسیون وقتی اسم ورزشکارشو نمیدونه شما میگید میخوام حمایت بکنید. یعنی میخوام شما بگم که وقاحت و اینا به سرحد خودش رسوندن، بقیه‌اش به فاصله چند هفته بعد دیدم نقره گرفت. برخوردی که صورت گرفت هیچ تفاوتی بعد جایزه بزرگ نقره گرفت، هیچ تفاوتی نبود. یعنی او دختر این سرزمینه، او عزیز ماست مثل همه ورزشکارانی که زیر این پرچم تلاش میکنن و مطمئناً جایگاهی رو نزد اهالی ورزش و مردم ایران داره که ورزشکاری که ترک وطن میکنه، ورزشکاری که پشت میکنه به پرچم خودش هرگز نخواهد داشت. حالا چرا ورزشکار پشت میکنه وطن خودش؟ به خاطر اینکه امکانات رو بهش نمیدید، به خاطر اینکه پاداشایی که بهشون قول داده بودید رو بهشون نمیدید، به خاطر اینکه
امکانات اولیه ورزشی رو بهشون نمیدید، به خاطر اینکه فقط قول میدید، حرفای قشنگ میزنید، اما تو عمل که میرسه اون کارا رو انجام نمیدید. به خاطر اینکه تمام فدراسیوناتون سیاسی کاریه، به خاطر اینکه مدیران فدراسیوناتون رو شما سعی میکنید با سیاسی کاری انتخاب بکنید. اون علیرضا دبیرش هم که ورزشی اینجا جای مور و تسبیح و بسم الله بسم الله، یعنی دیگه خواهی مالی رو به حد اعلا رسونده، میاد اونجا این کار انجام میده. سر جلسه مدیرا میاد نماز میخونه، معلومه دیگه شما همچین سیستمی رو میخواید. بعد که آدم میره میشینه پای صحبت‌های بقیه ورزشکارا، ببین آقای رضا علیپور صحبت‌های تلخی که داشتشون به عنوان یکی از قهرمان‌های صخره‌نوردی که میگه من تو دخمه تمرین میکنم. طرف رفته تو مسابقات المپیک میگه من تو دخمه تمرین میکنم. بعد میگه چرا ورزشکار مهاجرت میکنه؟ ببینید بازی پوله. به من چی دادن چی میخوان؟ میگه به من چی دادن چی میخوان. راست میگه. چی بهش دادن؟ چه امکاناتی بهش دادن؟ بعد میگن ورزشکار باید تو ایران بمونه، مام وطن رو حرفات شعارگونه نزنید. طرف باید پول داشته باشه که نون بخوره، بتونه آقا با شعار میتونه 2 تا ماست بگیره بذاره سر سفره زن و بچهش، میتونه زندگی بکنه. من سوالم میگم، من همین که مدال میارم واسه مردم هیچی نداره. برید امکانات دخمه منو ببینید. من اسمونو باشگاه نمیذارم، چون باشگاه منم خندت اصلا باشگاه نیست، یه دونه 4 دیواریه، 4 تا باکس تمام شد رفت. من بعد ولی میخوام چیزی من میخوام از همین تریبون یه چی مردم میگم. من نمیدونم چه اتفاق ولی میدونم با آخرین توانم خواهم جنگید، ولی میدونم هیچ چیزی کم نخواهم. امکانات منو درست نکنن، ببینید دلیلی برای موندن ندارم. میگه امکانات منو درست نکنن دلیلی برای موندن ندارم. حالا فهمیدی چرا ورزشکار پشت میکنه به پرچمش؟ پشت نمیکنه به پرچمش، پشت میکنه به ناملایمتی ها، پشت میکنه به بیرحمی ها، پشت میکنه به تمام نامردایی که باید امکانات در اختیارش میذاشتن و امکانات در اختیارش نذاشتن. این صحبت ورزشکار المپیکی ها، صحبت فلان رسانه به قول شما معاند خارج از کشور نیست، صحبت ورزشکاری که الان داره زیر پرچم شما ورزش میکنه. داره میگه آقا اگه امکانات به من ندن دلیلی برای موندن ندارم. یه بار دیگه من میذارم قشنگ بره تو مغز اون آدمایی که باید برالته اونا فکر میکنید نمیدونن، خیلی بهتر از من میدونن. من 5000 کیلومتر با ایران فاصله دارم، من 5000 کیلومتر اونورتر میدونم، اونا تو دل اون سیستم فکر میکنید نمیدونن. هیچ چیزی کم نخواهم. امکانات منو درست نکنن، ببینید دلیلی برای موندن ندارم. امیدوارم امکانات ما خسته شدیم از همینجا دیگه، خسته شدم. پارسالم گفتم بریدم، باسی فرق نمیکنه، فقط دارم میگم که گفته باشم. وگرنه امکاناتشو ببینید بچه، یه دیوار 2 تا داربست که از اونها بالا میره میدن. با این امکانات ورزشکار رفته تو المپیک داره مسابقه میده. بعد میگید چرا برید امکانات بقیه کشورها رو ببینید. آقای مجری که اونقدر وقیحانه میای جلوی دوربین و میگی که ورزشکار داره برای کشورش میجنگه، نه عزیزم، شما امکانات رو ببینید. کاملا مشخصه امکانات هم خودش درست کرده، امکانات هم مسئولین در اختیارش نذاشتن. 2 تا داربست دیگه با این امکانات داره ورزش میکنه. این آدم اگر بمونه و برای اون پرچم به قول شما ورزش بکنه خیانت کرده به خودش، چون آینده تمام زندگیش با ورزشه دیگه. خیانت کرده به خانواده خودش. میگن اول آدم باید به خانواده خودش خدمت بکنه که بعد بتونه به جامعه خدمت بکنه دیگه. مگه غیر از اینه؟ شعار خودتونه، صحبت همون پیامبرتونه، همونا براتون روایت میکنم. میگن اول خودت، اول خانوادت و بعد جامعت. مگه غیر از اینه؟ این اگر بمونه همون باورای مذهبی که شما تو مغز ما کردید و زیر سوال برده. این از بعد مذهبیش هم تازه، نه از بعد سیاسیش. بریم بشنویم بقیه صحبتشونو. یه 37 نفر هستن از ورزشکارایی که تحت قالب تیم مهاجرین یا پناهندگان در رقابت میکنن. حالا اگرم قهرمان بشن واقعا میخوان به کدوم پرچم افتخار کنن؟ شما ببینید هر ورزشکاری که میاد قهرمان، این ارگو، این واقعیت پرچمی که وجود ندارد در تیم پناهندگان. حالا همین الانم
ارقی که به یک پرچم حالا یک کشوری پذیرفته من نوعی توش باشم بازی بکنم، چون کسی چون واقعا اون پرچمش نیست. باز نیست. این ارق یه ارق ذاتی است. شما نمیتونی فوری تو مغزتون بسنجی این پرچم سرنگ رو با تفکرات خاص رو بزنیم کنار، یه پرچم دیگر رو فوری بپذیریم. به هر جهت این پرچم یه پشتوانه 85 میلیون جمعیت رو داره و نمیشه اینجوری خیلی راحت فراموشش کنیم. من میگم مهاجرت به صرف این که ما میخوام برم درس بخونم، من میخوام برم کار دیگه بکنم، هیچ اشکالی نداره، خیلی طبیعی و خوب برن درس بخونن، ولی ملیتشون رو نمیتونن. من اصلا نکته خدمت شما، یعنی آدم خندش میگیره. بعد جواب این افرادی میبد کی بده؟ این که به عنوان کارشناسن .com. ایشون یکی از مدیرانی بود که زمانی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، ایران بهترین جایگاه رو گرفت، رتبه 15ام فیفا رو داشت. ببین چی میگه. همه چی رو خلاف میگه. من که ورزشیم، شما یه بازیکن ملی این کشور رو که خارج از کشور قابل احترامه میاری یه مجری اونجا میشونی اونو بکوبه و له کنه. نمونهش مثلا علی کریمی، این براتون افتخار آفرینی کرد، یه مجری میشونید اونجا میگید شروع کن بمال، انقدر بمال تا پوست بیفته، پوستای اون سیستم. یه قهرمانی که یه روز برای ما افتخار بوده تو این کشور، یه خانومی، تنها خانوم بوده که مدال المپیک آورده، آدم میاریم اونجا میشونیم که اونو بکوبه و له کنه. بعد شما ببین چقدر قشنگ کار میکنن از نظر خودشونا. همون آدم 2 ماه بعد تو وزارت ورزش بهش پست میدن. به جواب حالا رسیدید که این مجری ها و این افراد برای چی این صحبت ها رو میکنن؟ برای اینکه اون پستر رو بگیرن که اون خانوم کوبید. بابا اون خانوم ایرانیه، بگو اگه رفته موفق باشه. ببین اون چقدر توش تاثیر میکنه. همون موقع من گفتم بله شما میایی یه ورزشکار خانومی که افتخار بوده برای ایران تو المپیک، تنها خانومیه که مدال گرفته، اونو میکوبین له میکنین از ایران رفته. با براش آرزوی موفقیت کنین. ببین اون با آغوش باز بر میگرده یا نه. شما چقدر تحت فشار آدم ها رو قرار میدید؟ بخاطر اینکه ورزش اون مملکت سیاسیه، همه چیزو سیاسی میبینن، همه چیزو تو رانت میبینن، همه چیزو توی لابی میبینن. به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن، امکانات رو در اختیار. آقا همون استادیوم آزادی تو 18 ماه ساخته شده، 18 سال نمیتونن تعمیرش بکنن، به خاطر اینکه زمان شاه ساخته شده بوده با بیل و کلنگ و فرقه اون زمان. شما که الان ادعاتون فلان خر و پاره میکنه، امکانات استادیوم آزادی حالا صرف فوتبالش رو ول کن، اونجا همه چیز پیست 2 میدانی داره، سالن‌های مختلف داره، شما نمیتونید اون امکانات رو فراهم بکنید به خاطر اینکه همه چیز رو سیاسی میدونید. یعنی دنبال امتیاز گرفتن سیاسی، دنبال رانتی، دنبال دل دزدی. با زور ما چند وقت میشه مون. شما برو اینایی که تو ورزش این همه خلاف کردن و بیار به مردم یکیشون نشون بده. تا حالا دیدی شما به عنوان روزنامه‌نگار؟ همشون پاداش کردن، این باشگاه یا باشگاه دیگه هم رفتن. من هیچ مدیری تا حالا توی عمر ورزشی نویسیم ندیدم که آقا بگن این مدیر به خاطر این تخلف بازخواست شده، توبیخ شده یا اینقدر جریمه شده. بله دیگه. خب بریم صحبت‌های دیگه‌شون رو بشنویم. آقای مجری میخواد در خصوص کشتیگیرا صحبت بکنه. ما سوار شریعتی رو در ترکیب جمهوری آذربایجان داشتیم، کشتیگیر به صورت کاملا قانونی رفته زیر پرچم جمهوری آذربایجان، مسابقه داده، وقتی هم خداحافظی میکنه ورزشکار ما بلندش کرد. ما علی ارسلان رو با توافق فدراسیون کشتی و فدراسیون کشتی صربستان دادیم به صربستان، مسابقه داده. من خودم باش مسابقه کردم تو بلگراد. آقای خراسانی، علی ارسلان اشاره کرد، گفت من میام توی ایران، میام توی آمل تمرین میکنم، نظر فلان امامزاده کردم توی منطقه خودم که مدالمو بگیرم، زیر پرچم صربستان داره تلاش میکنه. اما اون پرچم مشکل نداره ولی این پرچم مشکل داره. آقا اگه پرچم آقا من نمیفهمم چجور اون تیپی رفته مشکل نداره، ولی اینه که چون حالا رفته پناهنده شده، خب این ایراد داره.
شما همین الان تو 2 دقیقه حرف خودتو نقص کردی، میگی آقا زیر یه پرچم دیگه ورزش کردن اشتباهه، بعد میگی نه الان ایرانیه. شمال کشورمون در کل کشورمون هادی ساروی اینا واسه چیه؟ وقتی هادی ساروی مدال کسب میکنه، افتخار کسب میکنه، اولین افتخارش و لذتش اینه که واسه مردم کشورش این کارو کرده و برای پرچمش این کارو کرده، واسه شادی مردمش. همشون که رو به اون پرچم است، بره اونجا آدم دروغگو. بعد شما کشتیگیرا رو میگید و میگید که کشتیگیرا میان ببینید کشتیگیرام اینام تا خشتک و ناموس استعدادن، یعنی لابلای اون استعدادام که بخوان یه استعداد انتخاب بکنن پارتی بازی میشه تو انتخابی تیم ملی‌ها. خب یعنی ما تو ایران 100 تا استعداد داریم، بعد مثلا 10 تاشون 8 تاشون انتخاب بشن برای مسابقات مختلف، اونا رو هم با پارتی انتخاب میکنن. چرا میگم؟ به خاطر اینکه امکاناتی که در اختیار کشتیگیرا هم قرار میدید به عنوان یکی از ورزش‌های مدال‌آور المپیک، اصلا امکانات تو طویله همچین امکاناتی پیدا نمیشه. ببینید این وضعیت تمرین کردن کشتیگیرای فرنگی ماست. اردو تیم ملی فرنگی جهت اعزام به المپیک و تامین پرفشاری که دارید مشاهده می‌کنید، 4 تا دستگاه حرفه‌ای بگیرید، 4 تا وسیله بگیرید، اینجا ستون فقراتشون در میره، کمرشون میفته. آخه این چه وضعیه؟ واقعا نفسگیر و این قهرمانی راحت به دست نمیاد. حلالتون باشه، واقعا پرفشاری. اسم حرکت چیه؟ حمل گوسفند، حمل گونی. حتما باید آدم بابا 4 تا وسیله براشون بگید، 4 تا امکانات براشون فراهم بکنید. خب نگاه کنید، خب معلومه دیگه بابا طرف ستون بعد میگن اسم ورزش، اونم فکر کنم اینجا اگه اشتباه نکنم استادیوم آزادی باشه، چون این دریاچه بهش میخواد دریاچه استادیوم آزادی باشه. بعد میگن اسمش هم گذاشتن ورزش هوازی. خب ما تو فضای آزاد داریم ورزش میکنیم، شما نمیفهمید، ما تخصصمون اینه. مثلا فرض کنید دیوید تیلور امریکایی، خب که حالا امسال هم تو المپیک نبود، اون هم که اومده بود جا شرایط باخت، یا بقیه ورزشکارا تو رشته‌های دیگه اینجوری برن مثلا توی وسط خاک و خل و چیزهای مختلف هم تمرین بکنن. با این امکانات، با این روش ورزشکاراتون میرن المپیک، چیزی شبیه معجزه است، میرن اونجا مدال میگیرن. قبل مسابقات برید نگاه بکنید امکانات ورزشی کشور دیگر رو، اینا رو میبینن مهاجرت میکنن، مثلا پشماشون میریزه، میرن دو کشور دیگه تمرین میکنن، میگن یا اول فاز ما داشتیم تو طویله هم که شاید تو جای دیگه ورزش میکردیم. بعد مجری صدا سیما میاد میگه که من میهن پلان 20 بهمان. همین الان هم به اینا وعده داده بودن که بهشون پاداش بدن. من یادم موقعی که خبرنگار صدا سیما بودم، با خیلی از این ورزشکارایی که مثلا تو سال 2016 اگر اشتباه نکنم اینا رفتن تو مسابقات شرکت کرده بودن، برده بودنشون توی یه سری از این مراسمایی که تقدیر بکنن ازشون، بهشون گفته بودن بهتون 10 تا سکه میدیم. بعد جعبه هم درست کرده بودن، کلی آدم هم دعوت کردن، ما هم به عنوان صدا سیما دعوت کرده بودن، سوت و کف و دست و فلان اینا. رفتن بالا گفتن جناب آقای فلانی 10 تا سکه. جعبه هم باز کرد، یکیش هم باز کردن نشون دادن 10 تا سکه. اومدم پایین، بعد یکی دو تا از این آدما که با من رفیق بودم من زنگ زدم فلانی میدونی چه رکبی به ما زدن، بعدم تهدیدمون کردن که نگیم. گفتم نه. اون موقع بود تو مراسم مثلا 10 تا سکه می‌خواستن بدن، اولا توش 2 تا سکه بود، اونم سکه پارسیان، فقط اونی که 10 تا سکه بود جلوی دوربین رفت. بعد گفتن که آره بهتون یه ماه دیگه میدیم، فقط خواستیم که یه خدمتی بهتون کرده باشیم. یا فلان ورزشکار المپیکی رفتن خونه‌اش بهش یه سکه دادن. بابا طرف قهرمان المپیک شده، یه دونه سکه کجای این طرفو میگیره؟ یه دونه سکه خرج یه هفتهشه. این طرف باید گذران زندگی بکنه، بعد خرج زن و بچه‌شو بده، یا بعد خرج زن و بچه‌شو بده بره کارگری بکنه، یا ورزش حرفه‌ای بعد دنبال بکنه دیگه. آدم وقتی این چیزها رو میبینه و صحبت‌های شما رو میبینه به عنوان مجری صدا و سیما، که الان من تا صبح بذارم یعنی
پشماتون میریزه از این شراورایی که اینا میگن. صاحب میکنم میگم ما خوشحالیم از اینکه لحظه دل مردم رو شاد کردیم. این واقعیت آدم انفرادی شرکت بکنه بدون فقط پرچم شرکت بکنه یا پشتگر پرچم شرکت بکنه، المپیک دیگه اون معنا رو نداره. المپیک با پرچم ها زیباست. اون انرژی هم براش نیست. دقیقاً چشم دروغ نمیگه آقا. میبینیم ما انرژی هم وجود نداره. نیستن. یعنی برجر اون کشور که اینو نمیشناسه، حالا یکی اضافه شده، این ارق به اون ندارن. این واقعیتیه. بسیار خب آقا بریم باز هم بسیار یعنی مدل مالوندنشون هم مشخصه. آدم از چشماشون میبینه به قول خودشون که چقدر اینا آدمای وقیحی ان. فقط تنها جمله‌ای که میتونم بگم همینه در خصوص اینا. و واقعا نمیتونستم ساکت باشم راجع به موضوع صحبت نکنم. فقط یه لطفی بکنید حتما ویدیو برای دوستانتون به اشتراک بذارید و برای ما کامنت بذارید و شما هم نظرتون رو به ما بگید. مرسی که تا این لحظه با من همراه.